بی‌والده سعیدова ساکنی ناحیه باباجان غفورов است. فرزندش دارای سیندروم داون میباشد. حالا برای از معاینه طبی گذشتن به قبول دکتری چشم آمده است. میگوید هر سال با کمک تشکیلات جمعیتی نظری دیگر فرزندش را از تشخیص دکتران میگذراند. مقصد آگاه شدن از وضع سلامتی کودک میباشد. برای همین دخترچم تشخیص گذاندن از طرف تشکیلات نظری دیگر هر سال میخواه تشخیص میگذارانند. رحمت به همین تشکیلات نظری دیگر. حاضر ما همین وایب آمداسیم تشکیلات نظری دیگر به اینها که از جهت عقلانی جسمانی کار کرداسیند. برای همین حاضر ما وایب آمدیم. دکتری چشم به دارو می نویسند. ما خانوه تبابتش میگیریم. بیش از 60 نفر شخصان دارای سیندروم داون از معاینه طبی گذشتند. دوام روز این گروه از معاینه و تشخیص بیماری‌های چشم، دل و هورمون‌های غدود سپرشکل می‌گذرند. تشخیص آنها رایگان از جانب تشکیلات جمعیتی نظری دیگر عملی کرده می‌شود. مقصد این تشکیلات مساعدت نمودن برای پیشرفت عائله‌های کودکان دارای سیندروم داون داشته و بهتر نمودن سطح زندگی آنها میباشد. در طول همین 5 سال یکی از سمت‌های تشکیلات ما این سمت تندرستی می باشد که کودکان نه تنها کودکان کلانسالان نورسان را از معاینه طبی می گذرانند. معاینه طبی این افتالمولوگ، کاردیولوگ و تشخیص گرمان‌های غدود سپرشکل را کودکان ما کلانسالانی دارای سیندروم داون داشته میسپرند. در برابر قهرمان گزارش ما بی‌والده که فرزندش را از معاینه طبی میگذراند، دیگر والدان نیست که کودکانشان دارای سیندروم داون است از تشخیص میگذرانند. محمد جان نیز از گروه چنین کودکان است. وی نیز از تشخیص دکتر گذشته مصلحت گرفت. حاضر ما این محمد جان تشخیص گذراندیم. در این بیمار غیر از بیماری داون، بیماری دوربینی درجه میانه با استیگماتیسم مشاهده کرده می شود. حاضر ما اچکی توصیه می دهیم. برای همین این در آینده اچکیچه گرفتنش لازم است. تشکیلات جمعیتی نظری دیگر از سال 2019 فعالیتش را آغاز کرده تا این جانب برای معالجه بیماری‌های چشم، دل و دیگر نمود و برای پیشرفت کودکان و کلانسالان دارای سیندروم داون کمک می‌رساند. مقصد بهداشت سلامتی آنها است. گزارش منظور بختیارزاده و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.